نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حال در سوره مبارکه نوح که این سوره را الله عزوجل به نام این پیامبر اولوالعزم مسما کرده، در این میخوانیم به روایت از نوح که نوح هم در رابطه با همین موضوعی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درگیر است با قومش، نوح چه خون جگری خورد. سبحان الله. فلبث فیهم، همیشه وقتی که ذکر نوح می آید این جمله و این آیه تداعی میشه، فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. الله می فرماید در میان اونها 1000 سال، منهای 50 سال، یعنی 950 سال این پیامبر خون جگر. 950 سال عمر کمی نیست. ما 1 سالش را تحمل نمی کنیم، ما 1 سال رنج را، 1 ماه را تحمل نمی کنیم. الله عزوجل به اون جگر پیغمبرانه ای داده بود. 950 سال چه رنجی تو این سوره ببینید، چه جوابی میبینه، چه خیرخواهی میکنه، چه پاسخی و چه مسخره ای از قوم دریافت میکنه. الله میفرماید انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما فرستادیم پیامبر ما نوح را به سوی قومش. ان انذر قومک، با این مضمون این که بترسان قومت را، من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از این که برای آنان عذاب دردناک از سوی رب العالمین بیاید، اونها را بیم بده، اونها را بترسان. حال نوح علیه السلام به میدان آمد. قال یا قوم، ای قوم من، انی لکم نذیر مبین، من از طرف الله برای شما ترساننده آشکاری هستم، نذیر هستم، ترساننده هستم، منذرم. دیگه ادعای بزرگی ندارم، دیگه چیزی نمیخوام، یه چیز فقط از شما میخوام، ان اعبدوا الله، این که فقط و فقط الله را عبادت کنید، فقط الله را عبادت کنید. همه مشرکان خدا را عبادت میکردند، اما فقط خدا را عبادت نمیکردند. هم خدا پرست بودند، هم چیزهای دیگه میپرستیدند. همین مشرکین مکه خدا را قبول داشتند، حتی در بعض مواقع سخت که ما خواندیم اونها به غیر از خدا اصلا خدایان خودشون را صدا نمی زدند. اما اشکال این بود که هم خدا و هم غیر خدا. پیامبران گفتن نه، فقط خدا، لا اله الا انا فاعبدون، به غیر از من الله هیچ کسی معبود نیست، فقط مرا عبادت کنید. ان اعبدوا الله، فقط الله را پرستش بکنید. واتقوا، از او بترسید، از شرک، کفر، خرافات، گناه، معصیت دوری بکنید، از او بترسید. و اطیعون، من پیامبر را اطاعت کنید. یکی توحیده، یکی رسالت، و قیامت جلوتر میاد. این ستاره اگر انسان داشته باشه انشاءالله نجات مییابد.
مبدأ معاد، توحید، قیامت و رسالت پیغمبر. یغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. الله شما را می بخشاید من ذنوبکم، این من اضافه هست اینجا، گناهان شما را می بخشد. و یؤخرکم الى اجل مسمى، و در دنیا عذابتون نمیده، مؤخر می کند شما را به مدت دیگر، الى اجل بلا عقوبه، بدون اینکه عذاب بیاوره، یه اجل دیگری که میعاد شماست، مرگ طبیعی شماست، اون وقت شما را از بین میبره، با عذاب شما را نمیبره. ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر، دیگه از مرگ گریزی نیست. اینطور نیست که بگی مرگ هم برای شما نمیاد، نه، مرگ میاد. ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر، اون میعاد الهی هر وقتی که بیاد اون تأخیر نمیشه، اون سر وقتش میاد. پیغمبر باشه هم برایش میاد، اولیاء باشه هم برایش میاد. لو کنتم تعلمون، کاش شما میدانستید ای قوم. خلاصه نوح علیه السلام قوم را دعوت داد، حال برای الله حکایت میکنه، پیش خدا مناجات میکنه، دربار الله شکایت میکنه. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، گفت بار الها من دعوت دادم قومم را شب و روز. این تعمیم اوقات است، شب و روز، وقت نشناختم، هر وقتی که برای میسر شد دعوت دادم. اما اناد قوم را ببین، فلم یزدهم دعائی الا فرارا، دعای من، دعوت من در اونها نیفزود مگر فرار را. فرار میکردند از من، تنفر داشتند، میگریختند از پیش من. بیان فرار، چگونه فرار میکردند؟ و انی کلما دعوتهم، همانا من هرگاه که آنها را دعوت دادم. چرا دعوت میدادی؟ لتغفر لهم، تا اونها را ببخشید. هدف پیامبران از دعوت اینه که قوم به مغفرت خدا بیاد، بخشیده بشه. اما قوم معاند چیکار میکرد؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، آنها قرار میدادند دستهای خودشان را در گوشهای خودشان. واستغشوا ثيابهم، و خودشان را می پوشانیدن به وسیله لباسهایشون، لباسی چادری بر چهره می انداختند. و اصروا، و بر کفر و شرک اصرار می ورزیدند. و استکبروا، و تکبر می کردن، استکبارا، تکبر بزرگی. هرگز آماده نبودند که دعوت من را بشنوند. لذا خدایا من هر کار کردم، اینها گوش به حرف من ندادند. ثم انی دعوتهم جهارا، اونجا تعمیم اوقات بود، اینجا تعمیم کیفیات، یعنی انواع روش های دعوت را بکار بردم. به قول ماها دعوت عمومی، دعوت انفرادی، دعوت خصوصی، علنی، همه نوع دعوت ها. ثم انی دعوتهم جهارا، این کیفیت دعوت است. بار الها، سپس من اونها را علنی دعوت دادم. چگونه علنی؟ که معلنی فرستادم اعلان کنن، یک جا جمع بشن. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. یکی اینه که علنی، که برای اونها یک جای اونها را جمع بکنم. یکی اینه که جهارا، یعنی مخفیانه، نه همه میدیدن فلانی را داره دعوت میده. ثم انی اعلنت، و بعدا به صورت دست جمعی دعوت دادم. سه روش اینجا گفته، یکی انفرادی اما علنیش، دوم علنی اجتماعی، همه را یک جا جمع کردم، مردم جمع شید، همه جمع شدند. ثم انی اعلنت لهم، اعلام کردم برای اونها مطلب را، توحید را برای همه اعلام کردم در جمع. و بعد خصوصی هم رفتم خونه هایشون به صورت مخفیانه، تنهایی، دو به دو، سینه به سینه. و اسررت لهم
اسرارا، من مخفیانه هم برای اونها بیان کردم، اسرارا مخفی بیان کردنی. اما چه دعوت میدادی؟ الله عزوجل بخشی از دعوت نوح را برای ما نقل کرده. فقلت استغفروا ربکم، من به آنان گفتم ای قوم استغفروا ربکم، از ربتان مغفرت بطلبید، از شرک برگردید، از شرک توبه بکنید و برای شرک گذشته تون از رب معذرت خواهی بکنید، استغفار بخوانید. اگر شما واقعا مغفرت خواستید، انه کان غفارا، بدون شک الله غفار است، بخشاینده است. بعضی از علما گفتند استغفار، بار بار استغفار خواندن، 24 ساعت استغفار خواندن و ورد زبان بودن، این منافعی که پشت سر میاد اینها را داره. الله عزوجل برکت میاره در زندگی انسان، در رزق انسان، در معاش انسان، در تجارت و کسب و کار انسان. اینجا در دعوت حضرت نوح هم همین است، در سوره هود، در دعوت حضرت هود هم همینه. هود علیه السلام هم عیناً همین جملات را برای قومش گفت. خب این جملات از طرف الله بود. الله هم که برای من و شما اینا را نقل میکنه به یک هدفی، به خاطر اینکه ما از این دعوت انبیاء الگو برداری بکنیم، ما اینها را در زندگی خودمون پیاده بکنیم. الله می فرماید انه کان غفارا، این نتیجه اخرویه. چی هست؟ استغفار. اگر استغفار خواندی در قیامت خدا تو را می بخشد. یرسل السماء، این نتیجه دنیویه. هم این استغفار منافعی دارد برایت در آخرت و هم در دنیا. در دنیا چیه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، می فرستد آسمان را بر شما ریزان، یعنی آسمان جاری میشه، باران ها جاری میشه، پیا پی باران می آید. و یمددکم به اموال و بنین، و شما را نصرت می فرماید، امداد می فرماید، می افزاید در مال و اولاد شما. و یجعل لکم جنات، و قرار می دهد برای شما باغاتی، یعنی هر نوع آبادی و سرسبزی و شادابی. و یجعل لکم انهارا، و قرار می دهد برای شما نهرهایی، نهرها و جویبارها و قناتها و چشمها همه جاری می شوند، همه آبادی میاد، هم مور و ملخ شاد میشه، هم حیوانات خوشحال میشن، هم شما به نوایی میرسید. الله می فرماید اینها برکات استغفارند که انسان واقعا استغفار بخواند و دیگه گناه نکند، معصیت نکند. تنها این ورد هم مد نظر نیست. بعضی ها فکر میکنن فقط این اذکار و این اوراد، گرچه این اوراد هم غنیمتن، اینها هم یه وقتی تأثیرات خودشون را میکنن، ولی بعضی فکر میکنن هر چی میکنن بکنند، فقط بر لب استغفار باشد. نه، اونطور نه. توبه بر لب، سبحه بر کف، دل پر از ذوق گناه. توبه بر لب باشه و تسبیح بر کف باشه، اما در دل گناه موج میزند، میگه فلان کار میکنم، فلان کار، انواع معصیت ها. توبه بر لب، سبحه بر کف، دل پر از ذوق گناه، معصیت را خنده می آید از استغفار ما. این استغفار همون معصیت هم بهش میخنده. این چه استغفاری؟ لذا استغفاری مطلوبه که همراه با ترک گناه باشه، همراه با رجوع الله باشد. این استغفار این منافع و این فواید را دارد. ما لکم لا ترجون لله وقارا، ای قوم چرا شما امید ندارید؟ لا ترجون، مفسرین گفتن به معنی لا تعتقدون،
شما اعتقاد ندارید برای خداوند وقار را، یعنی عظمت را. چرا برای خدا قائل به عظمت نیستید؟ اعتقاد به عظمت خدا ندارید. چون انسان اعتقاد به عظمت داشته باشه فقط او را پرستش میکند، غیر از او کسی را پرستش نمی کند. اما وقتی خدا را بسیار معمولی در حد بندگانش بداند، هم بندگان را فریاد میزند هم خدا را فریاد میزند. در حالی که ببینید الله عزوجل چه تنوعی در شما ایجاد فرموده. اون الله است که شما را مختلف آفریده. و قد خلقکم اطوارا، الله شما را آفریده انواع مختلف. یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوسته، یکی سرخ پوسته، یکی یک عادتی داره، یکی یک عادتی. هر یکی الله عزوجل خصوصیاتی ویژگی هایی داده. الله هم تو را آفریده هم آفاق را. اینا دلایل عقلی هستند. الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، آیا نمی بینی الله چگونه آفریده 7 طبق آسمان را؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، ماه را در آن قرار داد به عنوان نور که نور میده. وجعل الشمس سراجا، و خورشید را سراج قرار داد، چراغ. میدونیم که چراغ اونه که نور از او تولید میشه. شما مثلا یه جای تاریک میشه، یک چراغ فانوسی روشن بکن، یه چراغ توری گازی روشن بکن، این چراغ که روشن میشه سراج نام همین شی هست. اما اطراف چی میشه؟ خانه روشن میشه، اطراف نور میاد. پس نور از چی گرفته میشه؟ از چراغ. همون طوری که امروز معتقدن بسیاری از دانشمندان که نور ماه از خودش نوری نداره، زمین هم از خودش نوری نداره، تمام سیارات از خودش نور ندارن. نور ماره خورشید است. اما هر یکی که خورشید بر او بتابد، اون از خورشید کاملا نور دریافت میکنه. لذا گاهی که ما میبینیم ماه نورانی هست، این خودش بنابر تحقیق دانشمندان هم و بنابر اشاره این قرآن هم این خودش نوری از خود نداره. مثل نور خانه هست که خانه در و دیوار از خودش هیچ نوع خاصیتی نورانی بودن نداره، اما وقتی که چراغ را روشن میکنی میبینی دیوار هم چی میشه؟ میدرخشه، روشن میشه. لذا علما این نوشتند که از این آیه اشاره هست به اینکه جعل الشمس سراجا اشعار بان نور القمر مستفاد من الشمس. نور ماه از خورشید گرفته شده. فان النور انما یستفاد من السراج، روح المانی آلوسی. چون که نور از چی گرفته میشه؟ از سراج. لذا الله می فرماید وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا. الله شما را رویاند از زمین نبات، یعنی تمام رزق و روزی شما، نشو و نمای شما از همین زمینه. خوراکی های شما، میوه های شما، حبوبات و غلاتی که شما استفاده میکنید، حیوانات شما استفاده میکنند، همه از زمین هست. ثم یعیدکم فیها، اینه که انسان قبول داره. ثم یعیدکم فیها، این هم قبول داره. سپس شما رب اعاده میکند، بر میگرداند در همین زمین. و یخرجکم اخراجا، این قسمت سومش را متاسفانه بعضی انسان ها قبول ندارند. قوم نوح هم قبول نداشت. و یخرجکم اخراجا، خدا شما را بیرون میکند از همین زمین اخراج کردنی. همونطور که ابتدا آفرید باز هم شما را خلق میکند. والله جعل لكم الارض بساطا، و باز ببین الله عزوجل این زمین را برای شما بساطی. بساط یعنی رختخواب. چه زمینی هست واقعا رختخواب برای انسان. انسان روی زمین آرامش داره. زمین را طوری الله آفریده که هم برای انسان بساطی هست، فرشی هست برای انسان و فراشی هست،
و هم انواع استفاده دیگر. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تا که بروید از آن زمین راههای کشاده. ببینید ما بخشی از این زمین را برای خودمون راه درست میکنیم، راههای 40 متری 60 متری بزرگتر کوچکتر برای خودتون راه درست میکنید. بخشی از این زمین را شما حفر میکنید و برای خودتون اونجا پایه های محکمی برای ساختمان و خونه مسکنتون درست میکنید. بخشی از این زمین را شما شخم میزنید و میشکنید و اونجا برای خودتون زراعت میکنید. انواع استفاده ها را شما از این زمین دارید. لذا اینها نعمت خدا هستند. شما از اینها باید یک درس بگیرید و اون درس رسیدن به الله هست و عبادت را اختصاص به الله دادن هست. خلاصه نوح علیه السلام همه این مطالب توحیدی را و همه این تبلیغ ها را بیان کرد، اما قوم گوش شنوا نداشت، قوم توجه نکرد. آخر نوح علیه السلام شکایت میکند پیش الله عزوجل. خدا نکنه که پیامبر از قوم شکایت بکند. در صورت پیامبر شکایت میکند که قوم خلاف راه پیامبر را انتخاب بکند. الله میفرماید قال نوح رب انهم عصونی. نوح به دربار الله عرض کرد پروردگارا، رب ای یا رب انهم عصونی، این قوم مرا نافرمانی کردند، اینها از من حرف شنوی ندارند. واتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. اینها یک سری لیدرهایی دارند، از اون لیدرهای خودشون پیروی میکنند، از اونها حرف شنوی دارند. کدوم لیدرها؟ اونهایی که من لم یزده ماله و ولده، اونهایی که نیفزود در اونها مالشان و اولادشان مگر خساره مگر زیان. اونهایی که مال و فرزند دارن، پارتی و حشم دارن، این مال و فرزند روز بروز غرور و تکبرشون را بیشتر میکند. خساره همینه، روز بروز دوری از خدا را بیشتر میکند. لذا اینها از انسانهای منافق صفت، از انسانهای متکبر مغرور، اون لیدرهایی که با حق و با دعوت حق مخالفند، اینها از اونها تبعیت میکنن. بار الها از من حرف شنوی ندارند، از پیغمبرت که پیام تو را میرساند حرف شنوی ندارند. و مکروا مکرا کبارا، بار الها اینها توطئه میکنن، توطئه های بسیار بزرگ. هرچی که پیغمبر اونها را بیم میده اونها مسخره میکنن، اونها توطئه میکنن تا دعوت پیغمبر بی اثر بشه، تا قوم از دعوت پیغمبر متأثر نشه. و این لیدرها نسبت به پیروان خودشان، نسبت به تابعان، نسبت به مریدان خودشان چی میگند؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم، گفتم به زیر دستان خودشان لا تذرن آلهتكم، نگذارید شما خدایان خودتون را، خدایان را ترک نکنید، محکم بگیرید اونها را. ولا تذرن بالخصوص این 5 خدا را، ولا تذرن ودا، و نگذارید بالخصوص ود را، ولا سواعا، و نسواع را نام بطهایشون بودند. ولا یغوث، و نگذارید یغوث را، و یعوق، و نگذارید یعوق را، و نصرا، و نگذارید نصر را. این 5 تا را نگذارید، ود و سواع، یغوث و یعوق و نصر. این 5 نفر نام 5 تا از صالحین بودن بنابر گفته علما و مفسرین. خوب دقت بکنید، اینجا ما باید بدانیم که انگیزه شرک چی بود و استارت شرک از کجا بود. این 5 نفر
در واقع 5 تا از صالحین بودند، از انسانهای نیک بودند که در میان قوم بودند، هر یکی خیرخواه بودند، به مردم نفع میرساندند، مردم را تشویق به عبادت میکردند، به خدا ترسی میکردند، شب و روز خیرخواه مردم، برای مردم خدمت میکردند. مردم واقعا اینها را دوست داشتند، در قلب مردم جا داشتند. خلاصه موت راه حق است. اینها یکی بعد از دیگری دنیا را وداع گفتند، رفتند از این دنیا. اینها وقتی که رفتند، صالحین رفتند، مردم بسیار پریشان، متألم، ناراحت، شب و روز در غم اینها، در فراق اینها گریه. بالاخره شیطان آمد و مردم را راهنمایی کرد، گفت که شما میخواهید همیشه بیاد اینها بمانید، خب شما مجسمه های اینها را درست کنید، شما عکس ها و تصویرهای بزرگی از اینها داشته باشید و هر وقتی که خدا را عبادت میکنید در کنار اینها خدا را عبادت بکنید، بیشتر میچسبد، چون اینها بندگان خدا بودند، اینها عابدان و اولیاء خاص خدا بودند. مردم بیچاره فریب خوردند. قبل از نبوت نوح هست، اما از همون قوم نوح مردم فریب خوردند و مردم عکس ها و مجسمه های از اینها را درست کردند. ابتدا نه اینکه اونها را عبادت کنند، از خود این صالحین یاد گرفته بودند که فقط خدا را عبادت کنند، اما در کنار مجسمه های اونها را در عبادت خانه های خودشون گذاشته بودند. به این خاطر دین اسلام با شرک و همه مظاهر شرک مخالف است. هرچی که اسباب هستند و اسباب بودند که منجر میشه. امروز درسته کسی از مجسمه به شرک نمیره، امروز مردم آگاه شدن، کسی عکسی را داشته باشد از اون عکس هیچ وقت شرک نمیکنه، ولی گاهی هست که مردم ندانسته محبت میکنند. کسی را میپرسی خب چرا عکس این بزرگوار را تو خونه‌ات نصب کردی؟ چرا عکس پدرت را نصب کردی؟ بعضی میگن یادگاری، بعضی میگن خب دوستش دارم. خب همین محبته، بس برای محبت عکسش را اونجا نصب کردی. روش محبت این نیست در دین اسلام عزیزان. روش محبت ما با کسانی که محبت داریم برایشون دعای خیر کنیم، برایشون صدقه بدیم و ایصال ثواب کنیم، برایشون قرآن بخوانیم و ایصال ثواب بکنیم، برایشون کارهای خیر دیگر را ایصال ثواب بکنیم. محبت این نیست که عکسش را بزنیم، این غیر مشروعه، این همون روشه. درسته ما مبتلا به شرک نمیشیم، ولی همون استارتی که اونها زدن حداقل همون مقدمه را فراهم کردیم. درست نیست، اینها ناجائزه، بالخصوص تو خونه ها عکس ها باشد، مجسمه ها باشد. لذا اینها وقتی که در کنار این مجسمه ها خدا را عبادت می کردند، این نسل کم کم رفت، نسل های بعدی آمد. شیطان به اونها تفهیم کرد که پدران شما خود اینها را هم عبادت می کردند. کم کم عبادت های خودشون شروع شد. پس این استارت و آغاز شرک. اما این نکته را شما حتما به ذهن داشته باشید که شرک از راه محبت میاد. همیشه ما کسانی را که دوست داشته باشیم، با اونها محبت داشته باشیم، اما در محبت حد شرعی را رعایت نکنیم. مثلا کسی پیغمبری را دوست دارد، امامی را دوست دارد، صالحی از صالحین را دوست دارد، ولی از اولیاء را دوست دارد، خب دوست داشته باشه. این دوستی جز ایمانه، چون اون دوست خداست، تو دوستش داری، خیلی خوبه. اما این دوستیش به قدری باشه که ببر اون را همسط خدا قرار بده. همونطور که ذکر خدا میکنی، الله الله الله، ذکر اون هم بکن. این میشه شرک زبانی. همونطور که برای خدا کرنش میکنی، خدا را تعظیم میکنی،
اونجا هم برو خودت را خم بکن. این میشه شرک بدنی. همونطور که از خدا استمداد میکنی از اونم بطلب فلان تو من کمک بکن. این شرک فی دعاست، شرک در عبادت است. همونطور که برای خدا صدقه میدی، گوسفند میکشی، برای خدا نقل و نبات میدی، آش تقسیم میکنی، برنج خورش تقسیم میکنی برای رضای خدا، اینا قبول میشه. برای خوشنودی او هم میکند. این میشه شرک مالی، عبادت مالی، شرک در عبادت مالی. لذا شرک از این طریق وارد میشه، از طریق محبت. ما باید با انبیا محبت داشته باشیم، با اولیاء محبت داشته باشیم، با صحابه محبت داشته باشیم، اما هر یکی را سر جای خودشون. اسلام همین تعلیم را به ما میده. مثلا اولیاء الله اولیاء هستند، به گرد پای صحابه رسول الله نمیرسند. صحابه هستند، افضل امت هستند، از تمام اولیاء الله بهتر هستند، اما به گرد پای رسول الله نمیرسند. هر یکی جایگاه خودش را داشته باشه. رسول الله رسول خداست، پیامبر ماست، اطاعتش بر ما واجبه، محبتش بر ما واجبه. امام الانبیاء، سید اولاد آدم است، اما خدای ما نیست. او را دوست داریم، بر او صلوات میفرستیم، ولی سجدهش نمی کنیم. سجده فقط الله را می کنیم. صحابی آمد که یا رسول الله اجازه بده ما شما را احترام بذاریم. من رفتم روم، ایران، اونها بزرگان خودشون را، پادشاهان خودشون را وقتی که بیاند کرنش میکنن، سجده میکنن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود نخیر، اگر شما بعد از من شما بیایید و من نباشم و در قبر باشم، قبر مرا سجده میکنی؟ گفتن نه یا رسول الله. گفت خود من را هم سجده نکنید. سجده جایز نیست برای غیر خدا، و اگر جایز بود من به زن دستور میدادم شوهر خودش را سجده بکند. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اون پیامبری که کل دین را ما از طریق ایشون داریم، این تعلیمات را به ما داده. وقتی که ما اینها را میگیم، بعضی میگن اینها نسبت به رسول الله علیه بالله بی ادب. این بی ادبی نیست، این ادب، این تعلیمات خود رسول الله صلی الله علیه و سلمه. لذا عزیزان، دین به ما میگه خدا خداست به جای خود و مصطفی است به جای خود. هر یکی به جای خود، هیچ کسی را از حدش به بالاتر نبریم. امام علی، سیدنا علی ابن ابی طالب، صحابی رسول الله است، خلیفه رسول الله است، خلیفه چهارم هست. احترامش، محبتش جز ایمان، توهین به علی کفر. اما علی خدا نیست که از علی استمداد بطلبیم. استمداد را فقط و فقط از الله بطلبیم. این از توحید، این هست اون چیزی که تعلیمات انبیا هست. اینها بیچاره ها فریب خوردند، صالحین را آمدند عبادت کردند. نباید ما صالحین را عبادت کنیم، برای صالحین دعای خیر بکنیم، برایشون ایصال ثواب بکنیم، محبتشون را داشته باشیم. اسم فرزندمون را بذاریم عبدالقادر. شیخ عبدالقادر جیلانی امام الاولیاء بوده، یکی از صالحین بوده، دوستش داشته باشید، ولی از ایشون استمداد نطلبید، از ایشون کمک نخواهید. اسم فرزندت را به نام اون بگذار، این محبتش هست. به راهش برو، کتابش الفتح الربانی را ببین که چه راهنمایی کرده در باب توحید ما را. به حرفش گوش کن، نه به حرف بقیه یاوه‌گویان که پشت سر این بزرگان ما از خود درست می کنند. لذا الله می فرماید وقالوا لا تذرن آلهتکم، آنها گفتند نگذارید معبودان خودتان را ترک نکنید. ولا تذرن ودا ولا سواعا، و نگذارید ود را و نسواع را، ولا یغوث و یعوق و نصرا، و نه بزرگ و صالح یغوث و یعوق و نصر. این پنج تا را نگذارید. خدایا اینها این صالحین را عبادت میکنند و به این وسیله وقد اضلوا کثیرا، همانا اینها گمراه کردند بسیاری را، بسیاری را اینها گمراه کردند با این طرفند. لذا خدایا
شکایت این قوم را پیش تو میکنم. نوح میگه از تو چی میخوام خدایا؟ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، در این ظالمین نیفزا مگر ضلال را، مگر گمراهی را. یعنی اینها را ضلال اینجا به معنی عذاب تفسیر کبیر نوشته، گمراهی نتیجهش عذاب میشه. ولا تزد الظالمین الا ضلالا الا عذابا. این نکته را خدمت شما هم عرض کنم که وقتی که پیغمبر از قوم عاجز میاد کی را فریاد میزنه؟ از کی کمک میخواد؟ مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء، مسلک انبیاء در مسئله دعا اینه که فقط از الله کمک میخوان. انبیاء خودشون قدرتی ندارند. در سوره قمر غالبا خواندیم که نوح علیه السلام گفت رب انی مغلوب فانتصر، خدایا من مغلوبم مرا کمک کن، انتقام من از اینها بگیر. انبیاء از خدا کمک میخواهند. حضرت زکریا از خدا فرزند میخواد، حضرت ایوب از خدا شفا و سلامتی میخواد. حضرت زکریا میگه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، پروردگارا مرا تنها نگذار، به من فرزندی خلف صالحی بده. حضرت ایوب میگه رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، پروردگارا من دچار آسیب شدم، مریضم، ارحم الراحمین تویی، تو شفا میدی. این مسلک انبیاست. در قرآن سوره انبیا را بخوانید، همه انبیا در حاجات و مشکلات الله را فریاد زدند. اگر کسی انبیا را دوست دارد، راه انبیا اینه، راه اولیاء الله اینه، نه اینکه اینا خودشون قدرتی داشته باشند. یه آقای یک کتابی نوشته، تو اون کتابش نوشته یکی از اولیاء الله گفت که من چنان قدرتی دارم که اگر بخواهم این زمین و آسمان را زیر و رو میکنم و همه را درهم برهم میکنم، همه این انسانها را تار مار میکنم، ولی من با مخالفینم این کار را نمیکنم، من دعا میکنم. چنان قدرتی خدا به من داده. این غلطه. این قدرت ها پیغمبر هم نداره. این قدرت های ما فوق العاده، خارق العاده، ما فوق الاسباب، این قدرت ها مال الله هستند. همین ما میگیم که انبیاء را به جایگاه خدا قرار ندید، اولیاء را به جایگاه خدا قرار ندید. این چیزها را برای خدا بگید، برای غیر خدا نگید. ببین خود پیغمبر از خدا ملتمسانه، عاجزانه میخواد خدایا این ظالمین را به عذاب گرفتار بکن. الله عزوجل چی میفرماید؟ حال الله میفرماید من چگونه اونها را گرفتار کردم. مما خطیئاتهم اغرقوا، از خطاهای اونها غرق شدند. به سبب خطا، به سبب این جنایت هایی که با پیامبر ما کردن، به سبب شرکی که کردن، فسادی که کردن، اغرقوا، اونها غرق شدن. فادخلوا نارا، پس فوراً وارد آتش شدند. فادخلوا، علماء طلاب میدانند این فای تعقیبیه هست، یعنی پشت سر اون، پشت سر غرق رفتن تو آتش. منظور از آتش چیه؟ عذاب قبر است. اون آتش جهنم هنوز جلو است، این عذاب قبره. خیلی ها هستند، چون عذاب قبر بیشتر در احادیث آمده، بسیاری ها هستند. متاسفانه خیلی از تحصیل کرده های ما هم متاثر شده از این دیدگاه جدید و غلط جدید و نظریه جدید. یک گروهی خودشون را اهل قرآن می نامند، میگویند ما فقط عقیده خودمون را از قرآن میگیریم. این گروه یک سری اشکالاتی دارند. یکی از اشکالاتشون اینه که اینها منکر عذاب قبر هستند. میگن در قبر عذابی نیست، چون هیچ جای قرآن نیامده، همه جا عذاب جهنم آمده. لذا بعد از این که بمیریم در قبر خبری نیست.
خب تو حدیث اینا منکر حدیثن، میگن نه حدیث بعدی ها معلوم نیست درست رسوندن غلط رسوندن، 1400 سال گذشته. به این صورت شک و تردید ایجاد میکنن العیاذ بالله، در حالی که اولا اینها متاسفانه بیخبرند که محدثین بزرگوار برای اینکه حدیث به ما درست برسه چقدر زحمت کشیدند. یک راوی شاید به ذهن شما نیاید، یک راوی که یک حدیث را روایت میکنه محدث اجازه ندارد و روایت نمیکنه تا زمانی که چندین نفر از رجال، از بزرگان، از امامان حدیث نسبت به اون راوی اظهار نظری نیک نکنن، تا زمانی که نگن کی بوده، در چه زمانی بوده، دینش، تقوایش، خدا ترسیش، علمش، حافظش به چه صورت بوده، تا زمانی که از همه اطلاعات او و بیوگرافی شخصی او مطلع نشوند حدیثش را روایت نمی کنند. و همچنین زمانی که یک نفر از یک نفر روایت بکند این را هم میگن زیاد قابل اعتماد نیست. لذا محدثین بزرگوار چنان احتیاط میکنن، چنان اینها در نقل احادیث و روایت حدیث اصولی که دارند، اصول و ضوابطی که دارند. به این خاطر خیلی از کتاب‌های حدیث هست که ما خودمون میگیم احادیث ضعیف هستند، چون طبق اون اصول نیستند. کتاب‌هایی که طبق اون اصول هستند مثل صحاح ما، کتاب‌های صحاح، اینها طبق اون اصول هستند، این احادیث قابل قبول هستند. لذا احادیث درسته، خیلی از افراد بودن بالخصوص کسانی که میخواستن در دین چیزهایی را اختراع بکنند، اینا آمده از خود حدیث درست کردند، ولی محدثین مبارزه کردند، تمام عمرشون کتابهایی نوشتند. تک تک افرادی که در رابطه با اونها در احادیث اسمشون را میبینید، بیوگرافی اینها را در صدها کتاب شما میتونه پیدا بکنید، اطلاعات کامل به شما میدن. پس احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما رسیدن اینا همه قابل وثوق، قابل اعتماد هستند. بعد خب این گروه حدیث را قبول نداره و حدیث را که قبول نداره میگه از قرآن عذاب قبر ثابت نشده. ما در سوره مومن هم خواندیم که خدای تعالی در رابطه با فرعون هم فرمود. ما معتقدیم قرآن چندین جا عذاب قبر را بیان کرده. اونجا فرعون را الله عزوجل فرمود که فرعون غرق شد، بعد از غرق شدن النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش صبح و شام بر اونها عرضه میشه، یعنی صبح و شام کباب میشد. این در رابطه با قبر و برزخ است. بعد از اون آیه می آید و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. باز روز قیامت وقتی که میرسد اونجا از سوی الله دستور داده میشه آل فرعون را به سخت ترین عذاب ببرید. پس اونجا خداوند 3 عذاب ذکر کرده برای فرعون. یکی در دنیا غرق شدن، در سوره مومن است. یکی در قبر و در برزخ، اونجایی که ارواح و اجسامشون هستن عذاب میبینند. سوم در قیامت. اینجا هم در رابطه با قوم نوح آمده، بعد از اینکه غرق شدند فوراً فای تعقیب متصل پشت سر آن فادخلوا نارا، وارد آتش شدند. پس این عذابه، این عذاب برزخ، عذاب قبر، از قرآن هم ثابته. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. الله می فرماید بغیر از الله هیچ یاوری نیافتن، کسی نبود اونها رو کمک بکنه، یار و یاوری نداشتن. قوم نوح، این معبودان و خدایانی که همیشه اونها را فریاد می زدند، اونها خبری از اونها نبود، اونها قدرتی نداشتن. و قال نوح، حال التجا و مناجات نوح را الله ذکر می فرماید. و قال نوح رب لا تذر على الارض. نوح گفت در محضر الله، در دربار الله گفت بار الها لا تذر على الارض، نگذار بر سطح زمین من الکافرین دیارا، از این کافرین هیچ آبادی نگذار، همه اینها را از بین ببر، آبادی هایشون را از بین ببر. چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک،
همانا اگر تو اینها را بگذاری یضلوا عبادک، بندگانت را گمراه میکنند، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و اون وقت نمیزایند، زاد و ولد نمیکنند مگر انسانهای فاجر و ناسپاس، انسانهای فاسق و ناشاکر. اینجا سوالی حتما برای شما در ذهن شریف شما هم میاد مطرح میشه، مگر حضرت نوح علیه السلام علم غیب داشت که میگه فرزندانی که متولد بشن هم کافر و فاجرند، ناشاکر و ناسپاس؟ از کجا میدونست؟ به نوح علیه السلام جوابش اینه، به نوح علیه السلام خدا اعلام کرده بود. ما در سوره هود داریم که الله عز وجل میفرماد و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. از سوی الله به نوح وحی شد که ای نوح از این به بعد هیچ کس از قومت ایمان نمیاره الا من قد آمن، مگر همین هایی که تا حالا ایمان آوردند، دیگه کسی ایمان نمیاره. پس نوح از طریق وحی خبر داشت که اینها دیگه ایمان نمی آورند، فرزندانشون هم ایمان نمی آورند. پس دعا کرد که خدایا هر چی که متولد بشه کافر متولد میشه، فاجر و فاسق متولد میشه، پس ریشهشون را برکن خدایا. این دعا را کرد. الله عز وجل دعای نوح را قبول کرد و خواندیم که اینها غرق شدند، همه از بین رفتن بغیر از افرادی که با نوح در کشتی بودند. آخر دعای نوح را الله عز وجل ذکر می فرماید. نوح اینطور دعا کرد: رب اغفر لی ولوالدی، بار الها مرا ببخش و پدر و مادر مرا ببخش، ولمن دخل بیتی مؤمنا، بار الها اون کسی که وارد خانه من به صورت مؤمن داخل میشه، یعنی تمام اهل ایمان را ببخش، اینایی که خانه من با ایمان میآیند وارد میشوند، و همچنین بقیه مؤمنین و مؤمنات را، وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مؤمنین جهان را و زنان مؤمن را همه را ببخش، همه را خدایا ببخش. ولا تزد الظالمین الا تبارا، در ظالمین نیفزا مگر هلاکت را، ظالمین را هلاک بگردان، نابودشون کن. اما مرا، پدر و مادر من را، مؤمنینی که وارد خانه من میشن و بقیه مؤمنین و مؤمناتی که تا قیامت میآیند همه را ببخش. اینجا مفسر بزرگوار علامه آلوسی بسیار استنباط جالبی کرده، نکته جالبی گفته که این نوع نکاتی که مفسرین خدا رحمتشون کنه ذکر میکنه ما را امیدوارتر میکنن. فرموده ببینید نوح دو تا دعا کرد، یکی دعای تباهی و هلاکت و یکی دعای مغفرت و بخشش. دعای تباهی و هلاکت برای قوم کرد، پذیرفته شد، خدا قوم را هلاک کرد. ما در چند جای قرآن خواندیم خدا اونها را نابود کرد. دومین دعا دعای مغفرت برای خودش، والدینش، مقتدیانش و باز برای ماها هم دعا کرد، وللمؤمنین والمؤمنات. لذا می فرماید که از رحمت خدا بسیار بعید است که یک دعا را قبول کنه یکی دیگر را قبول نکنه. گرفتید نکته‌ای که علامه آلوسی می فرماید؟ امکان نداره که یک دعا را قبول کنه یکی دعا دیگر را قبول نکنه، دیگری را هم قبول میکنه انشاءالله. یعنی اینه که امیدوار باشیم بنابر دعای نوح و پیامبران، پیغمبر خود ما چقدر دعا کرده، ما بخشیده میشیم. میفرماید که قد دعا علیه السلام دعوتین، نوح علیه السلام دو تا دعا کرد، دعوت علی الکافرین و دعوت للمؤمنین، یک دعا بر علیه کافرین و یک دعا بنفع مؤمنین. و حیث استجیبت له الاولا، وقتی که اجابت شد اولی
دعای بر علیه کافرین فلا یبعد ان تستجاب له الثانیه، بعید نیست که دومی هم انشاءالله اجابت میشه. والله تعالی اکرم الاکرمین، چون که خداوند اکرم الاکرمین است. وقتی که کفار را تباه میکند حتما مؤمنین را هم مغفرت میفرماید. الله عزوجل ما را هم مشمول این دعای پیغمبر خودش بگرداند. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.